معرفی میکنم. مورچه‌گیر، یه حشره کوچیک با یه آرواره غول‌پیکر که تو شنگ چاله میکنه تا شکارشو به دام بندازه. این کوچولوها را اضافه کردم که مورچه ها رو دور نگه دارم، ولی تا روز سوم دلم براشون سوخت و بهشون چند تا مورچه دادم. خب راستش خیلی بهش فکر نکرده بودم. ولی ببینید چجوری مورچه ها را تو تله میندازن و میخورنشون. مورچه اول وارد میشه و اون شروع میکنه به حفاری. باعث میشه مورچه مستقیم بیافته تو دامش و دیگه هیچ وقت دیده نمیشه. شوخی کردن. سر مورچه رو میکنه و جنازشو پرت میکنه اون سر محفظه. بعدش هم بال در میاره و پرواز میکنه. خب یه جورایی. روز پنجم چند تا ساس بدبو هم اضافه کردم. فکر کردم اینا برای مار عالی هن، چون جفتشون یه ابرقدرت دارن، قدرت بو دادن.